تا اینجا 3 تا روش رو بهتون یاد دادم که با استفاده از اون 3 تا روش میتونید محل دستشویی به سگتون یاد بدید. اما یک سری نکات خیلی مهم وجود داره که باید حتما بدونید و بهش دقت بکنید تا راحت تر این مسیر رو طی بکنید. اولین نکته‌ای که وجود داره سن سگتونه. یادتون باشه سگ‌ها وقتی که خیلی بچه باشن، یعنی زیر سن 2.5 ماه، هنوز قدرت کنترل کردن مثانه خودشون رو ندارن و ممکنه جایی میرن نتونن خودشون رو کنترل بکنن و خطا بزنن. زیر این سن اگر دارید با سگتون کار میکنید خیلی توقع زیادی ازش نداشته باشید. اصولاً 2.5 تا 3 ماه به بالا رو در نظر میگیریم واسه اینکه مطمئن بشیم که سگ اون میتونه خودش رو کنترل بکنه و بعد محل دستشویی باهاش کار میکنیم. ممکنه که سگتون توی باکسش باشه، توی جای خوابش باشه و سنش پایین باشه و نتونه خودش رو کنترل بکنه و به خطا اونجا دستشویی بکنه. خیلی سخی نباشید. دومین موضوع اینه که روش‌های مختلف رو توضیح دادم. از یک روش استفاده کنید و تا انتها برید. اگر نتیجه نگرفتین برگردید روشتون رو عوض بکنید. این نکته مخصوصا تو روش سوم خیلی مهمه. شما میتونید روش اول و دوم رو کمی با هم دیگه ادغام بکنید، یعنی سگتون داخل پارکش که هستش از روش اول دارید استفاده میکنید، بعد میاد داخل خونه از روش دوم استفاده کنید. اما بازم اگر این کار رو انجام بدین سگتون ممکنه که یکم گیج بشه، ندونه که دقیقاً محل دستشوییش کجا هستش. بهتره که از یک روش استفاده بکنید تا انتها برین. اگر نتیجه نگرفتین برید روش بعدی. حالا چقدر این زمان باید طول بکشه؟ سگ شما 1 روز 2 روزه جای دستشوییشو یاد نمیگیره. حداقل باید بذارید 2 هفته 3 هفته از لحظه که شروع کردید روش دستشویی رو یاد دادن به سگتون بگذره. اگر 2 هفته 3 هفته گذشت و هنوز سگ شما بالای 50% 60% دیدید داره خطا میزنه، یعنی روشتون درست نیست. اما مثلا اگر از 10 بار 7 بارشو داره درست دستشویی میکنه روشتون درسته، یا اگر دیدید داره هی پیشرفت حاصل میشه مسیرتون درسته، به مسیرتون ادامه بدید. نکته بعدی اینه که به هیچ عنوان سگتون رو تنبیه نکنید. تنبیه کردن‌های بیش از حد و اشتباه و داد و بیداد کردن باعث میشه سگ شما هم بیشتر گیج بشه، هم یک اتفاق خیلی بد مثل مدفوع‌خواری ممکنه که توشون به وجود بیاد. همینطور اگه سگتون جایی در خطا کردش هول نشید، آروم باشید. اوکی، محل دستشویی دوباره بهش یاد میده. انقدر اینجوری نباشید که وای اینجا الان داره دستشویی میکنه دیگه چی کار باید بکنم. نه، این بدتر میکنه اوضاع رو. آروم باشید، ریلکس باشید و آروم آروم محل دستشویی رو به سگتون یاد بدید. صبر کردن خیلی خیلی مهمه توی آموزش دادن محل دستشویی به سگتون. همونطور که گفتم یه مدت یکی از روش‌ها رو جلو برید، اگر نتیجه نگرفتید عوض بکنید. این مدت توی سگ ممکنه 1 هفته باشه، توی سگ دیگه ممکنه 1 ماه طول بکشه تا محل دستشوییشو به درستی یاد بگیره. پس سعی بکنید که صبور باشید و با آرامش شروع کنید این مسیر رو طی کردن. تایم‌های طلایی محل دستشویی رو باید بدونید. تایم‌های طلایی رو توی ویدئوی قبلی گفتم، بازم الان تکرار میکنم. بعد از خواب، بعد از غذا خوردن یا یک میان بعد خوردن، بعد از بازی یا در حین بازی، قبل از خواب شامگاه. این تایم‌های طلایی دستشوییه. حالا ممکنه خارج از این تایم‌ها هم شما علائم دستشویی توی سگتون ببینید. اصولا سگا وقتی میخوان دستشویی بکنن یه جایی رو بیش از اندازه بو میکنن. این نشون میده که سگ من میخواد یه جایی رو دستشویی بکنه. یکم که از سن سگتون بگذره و شما سگتون رو مانیتور بکنید و رصدش بکنید متوجه میشید که چه زمانی دستشویی داره. سگتون رو نگاه بکنید، اگر دیدید علائم دستشویی توش هستش هدایتش کنید به محل دستشویی. پس تو این زمانهای طلایی حواستون به سگتون باشه. اگر نشانه هایی دیدید از سگتون که میخواد دستشویی بکنه هدایتش بکنید. مثلا سگ من موقعی که میخواد مدفوع بکنه بیش از اندازه یه جا شروع میکنه به چرخیدن. اینا حواسم بهش هست، هی بو میکنه و یه جا شروع میکنه به چرخیدن.
نکته بعدی اینه که بعضی از سگا وسواس دارن. این واقعیت داره. یه سری سگا جایی که خیلی دستشویی شده باشه روش دستشویی نمیکنن، میرن بغلش دستشویی میکنن. شما سعی بکنید که اگر پدی دارید استفاده میکنید 40% 50% پد کثیف شده، پد رو عوض بکنید. موقع عوض کردن پدتون حتما پد جدید و مقداری به پد قدیمی بمانید که یک مقدار بوی دستشویی داشته باشه، خیلی بیش از اندازه نمانید. اما سگایی هستن که خیلی وسواس دارن و ترجیح میدن که توی پد جدید این کار رو انجام بدن، توی یک پد تمیز این کار رو انجام بدن، پس پد رو عوض بکنید. یه سری از سگا ترجیح میدن که جلوی چشم دستشویی نکنن. ممکنه که سگ شما دلش نخواد جلوی شما دستشویی بکنه، شما میتونید مخصوصا از روش سوم یا توی روش دوم بهتون گفتم توی جاهایی که نقطه‌ای که زیاد توی چشم نیست پدها رو میتونید بذارین، از این روش ها استفاده بکنید و پد و جایی بذارید که زیاد توی چشم نباشه. یه سری سگا میرن زیر میز ناهارخوری دستشویی میکنن. چرا؟ چون یک سری از سگ‌ها اضطراب میگیرن توی زمان دستشویی کردن و میخوان که برن جایی که خیالشون راحته. این جور شرایط شما باید واسه سگتون فراهم بکنید. بعضی از سگا ترجیح میدن که ترجیح نمیدن، بعضی از سگا از محیط‌های بسته میترسن و اضطراب میگیرن. اگر پد سگتون رو تو جایی بذارید که بیش از اندازه بسته باشه، ممکنه که سگتون اضطراب استرس بگیره و دستشویی نکنه. اگر که سگتون رو میفرستین توی دستشویی، میخواید دستشویی بکنه، خودتون بیاید بیرون و در دستشویی رو ببندید، ممکنه که اضطراب استرس بگیره دستشویی نکنه. حواستون به این نکته باشه. نکته بعدی اینه که بعضی از سگا جایی که ادرار میکنن مدفوع نمیکنن. توی این جور شرایط یعنی میرن بغل پدشون مدفوع میکنن یا یکم اونورتر مدفوع میکنن یا یک جای دیگر رو واسه مدفوع کردنشون انتخاب میکنن. توی این جور شرایط خب 2 تا پد میذاریم، پدا رو نزدیک به هم میکنیم کم کم. تو سنین پایین این شایع تر، سن که میره بالاتر این 2 تا نزدیک به هم دیگه میشن کم کم. میتونید از 2 تا پد استفاده بکنید یا میتونید تو محل دستشویی که سگتون داره انجام میده فضای بزرگتری رو در اختیار سگتون قرار بدید که دستشویی بکنه. مثلا میتونید 2 تا پد کنار همدیگه توی حموم بذارید. نکته بعدی اینه که سگ‌ها وقتی که توی خونه هستن یا تو پارکشون هستن ممکنه که خب خیلی چیزا رو گاز بگیرن، از جمله پدشون. از روش‌هایی که واسه رفع گاز گرفتن بود توضیح دادم. میتونید از اون روش‌ها استفاده بکنید. یعنی میتونید یک قلم یا یک جویدنی خوراکی خوشمزه در اختیار سگتون بزنید وقتی میبینید که خیلی داره گاز میگیره پدشو، یا هیجانات سگتون رو کنترل بکنید. توضیحاتش رو توی رفع گاز گرفتن توی سگ‌ها دادم. از اون روش‌ها استفاده بکنید تا سگتون کمتر به اون پد گیر بده و شروع کنه اونو گاز گرفتن. اون به خاطر خارش لثه یا دلایل دیگه‌ای که تو همون ویدیو توضیح دادم هستش. یه سری سگا نشونه گذاری میکنن یا یک سری از سگا جیش هیجانی دارن. این 2 تا موضوع اصلا ربطی به آموزش محل دستشویی نداره. تو جیش هیجانی شما باید هیجانات سگتون رو کنترل بکنید. تو نشونه گذاشتن شما باید آلفای سگتون بشید. با قانون گذاشتن توی خونه و کنترل کردن سگتون بهش بفهمونید که اون لیدر نیست. این 2 تا موضوع کاملا با هم دیگه فرق میکنه. محل دستشویی جداست، جیش هیجانی و نشونه گذاشتن جدا هستش. تو یک سری از سگ‌ها اگر عقیم بشن ممکنه که نشونه گذاری حذف بشه. این ممکنه، قطعی نیستش. اصلا راجع به این که سگتون رو عقیم بکنید یا عقیم نکنید صحبت نمی کنیم. فقط میگم که ممکنه این اتفاق بیفته. ولی اگر نشونه گذاری میکنه سگتون، با اینکه جای دستشوییشو بلد نیست یکی نکنید. یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بدید تشویق کردن سگتونه.
وقتی که سگتون کار درستی انجام میده باید تشویق بشه، وقتی کار اشتباهی انجام میده باید تنبیه بشه. در خصوص محل دستشویی تنبیه باید خیلی کمتر باشه، یعنی تنبیه کردن تقریبا ما نداریم توی محل دستشویی، باید سعی بکنیم هی مسیر محل دستشویی رو بهش یاد بدیم. وقتی که سگتون دستشوییشو داره درست انجام میده حتما تشویقش بکنید. حالا این تشویق کردن میتونه با خوراکی دادن خوشمزه باشه که پیشنهاد میکنم که حتما این کارو انجام بدید، میتونه با اینکه بیارمش بیرون و باهاش بازی کردن باشه، میتونه با ناز و نوازش و محبت کلامی باشه، ولی حتما این کارو انجام بدید تا انگیزه سگتون واسه انجام دادن کار درست بره بالا. به جای اینکه از قطره دستشویی استفاده کنید، از خود ادرار یا مدفوع سگتون به عنوان تحریک کردن سگ برای دستشویی استفاده بکنید. مقداری از مدفوع میتونید با دستمال بیارید به روی پد بمالید، میتونید مقداری از دستشویی سگتون رو روی پد بمالید، یعنی پد رو باید بهش بچسبونید یه ذره بودار بشه. این خیلی بیشتر بهتون جواب میده تا اینکه از قطره استفاده بکنید. یه سری از سگا اسباب بازیشون، خوراکیشون رو ور میدارن میبرن روی پدشون میخورن یا اونجا باش بازی میکنن. ایرادی نداره. یکی از دلیلاش اینه که سگ دنبال بوی آشنا میگرده و اون بوی آشنا بهش آرامش بیشتری میده. هر چقدر سن سگتون بره بالا خیلی زود این موضوع رفع میشه. چیزی نیستش که بخواد نگرانش باشید، خیلی زود رفع میشه. اصلا نگران این موضوع نباشید. اگر دیدید وسیله بازیش تایم زیادی روی پدش بود، از روی پد بردارید و محلش رو عوض بکنید. نذارید که روی پدش اون وسیله بازیش اونجا باشه. یه وقتایی هستش که شما از سینه دستشویی میخواید استفاده بکنید. اگر از سینه دستشویی میخواید استفاده بکنید، اینو در نظر بگیرید که ترجیح سگ اینه که روی خاک دستشویی بکنه، نه اینکه غریزش باشه. حالا پد یا روزنامه این ویژگی رو داره که شبیه به خاک باشه. اگر از سینی دستشویی هم دارید استفاده میکنید، ترجیحاً توش یا روش اول پد بندازید استفاده بکنید، بعد یواش یواش اون پد میتونه حذف بشه. اگر از سینیایی دارید استفاده میکنید که توری ندارن، حتما از پد استفاده بکنید، چون که سگ‌ها یه سریشون همونطور که گفتم وسواس داره. ممکنه که اونجا دستشویی بکنه، بعد اون مدفوع یا حالا ادرارش جذب نشده باشه و نخواد که دوباره بره روی اون سینی دستشویی بکنه. حواستون به این نکته باشه. اگر میبینید که سگتون روی فرش یا پادری یا قالیچه داره خطا میزنه، حتما زمانی که دارید آموزش محل دستشویی باش کار میکنید اینها رو از توی خونه جمع بکنید تا میزان خطا پایین بیاد. بعد کم کم اضافه بکنید، ولی وقتی که دارید اضافه میکنید فرش یا پادری یا هر چیز دیگر رو، همچنان حواستون به سگتون باشه و این مسیر رو مجدد باهاش کار بکنید، چون ممکنه که باز اون فرش حکم پادری، اون فرش حکم پد و واسه سگتون داشته باشه و خطا بکنه روش. خواهش میکنم که حواستون به سگتون باشه تو این زمانها. و نهایتاً اگر سگتون جای خطایی کردش، میتونید از محلول سرکه و آب استفاده بکنید. از سرکه سفید میتونید استفاده بکنید که اون بو رو از اون محل دفع بکنه و بوی کمتری تولید بکنه، چون سگ‌ها یکی از کارهایی که انجام میدن با بویایی مسیر محل دستشوییشون رو یاد میگیرن. یه وقتایی هم هستش که با بینایی مسیر محل دستشویی یاد میگیرن، یعنی ممکنه شما اونجا رو هم تمیز بکنید ولی باز هم سگ شما بره اونجا دستشویی بکنه. تو اینجور شرایط باید سعی بکنید مسیر محل دستشویی مجدد به سگتون یاد بدید. امیدوارم نکته‌هایی که بهتون گفتم مفید بوده باشه واسهتون و خواهش میکنم صبر داشته باشید واسه آموزش محل دستشویی به سگتون. ممنونم.